سلام رفقا، روز 12ام. امروز اومدم جایی که فقط مرد میدان میخواد، زورخانه. اومدم نشون بدم پهلوان واقعی کیه. آخ سرم، چرا درشو اینقدر کوتاه ساختن؟ پهلوان که نباید کلش بشکنه موقع ورود. اینا چیه؟ خلال دندون؟ من با یه انگشت بلندشون میکنم. نگاه کنید. یا علی، چقدر سنگینه. تکنیکش چجوری بود؟ الان میفته رو پام. وای وای، دنیا داره میچرخه. مرشد نزن، حالم بد شد. ببخشید مرشد، فکر کنم من بیشتر استعداد کباده کشیدن دارم تا چرخ زدن. آبروم رفت. من اشتباه کردم اومدم اینجا. آبروی هرچی گوریله بردم. من دیگه بلند نمیشم. تموم شد. گورو خواب پهلوان خداحافظ.